یک سلام پر از محبت خود تقدیم میکنم در تمام هموطنان عزیز ما، خصوصا فالوورای عزیز ما، کسایی که پشت ما دق شده. جهان سپاس، عمر شما دراز، خداوند عمر طولانی نصیب شما کنه. از آن خالق فکر کنم مرا زکام گرفته، یک ذره سرم درد میکنه، میگه روی موی خود قوقوده شده. خانه آمدم، گفتم یک ذره آش کنم که آش مدمزو عقیده داری که آش بخوری زودتر اعلام میکنه. خب عزیزان، خالت بسیار یک اخلاق بد داره. مثلا چیزای قدیمی که دیاد میمه، باز خاطرات خوب و تلخ هم دیاد میمه. من یک ذره نقل میکنم، خداوند کسایی که زنده، خداوند همیشه عمر طولانی نصیب کنه. کسایی که فوت کرده، خداوند آخرت چرا خوب کنه. خب عزیزان، خالق که قدیم مثلا 28 سال پیش، 29 سال پیش، 30 سال پیش، یک مفتر در دست مشتکا که میدادی، ای خودون ما رفتیم مفت یک ذره دوغ بیتی، او را دوغ نمیداد، قند خالق مفت یک دوغ مخلاص شده. باور که در کنج شما هم در کنجگاه بود، مو دوغ نداری، دوغ مخلاص شده. او قدر گو مالی که ما داشت، به خدا اینه چی قدر آدمی این رقم. من حالی دیاد من عزیزان خالقو، اگر خیر کنیم دا ای دنیا و دنیا آدم در درد مخوره، اگر دست خرین زد بگیریم تیر میشه. من آش جور کردم، واقعا رفتم در خاطرات گاو که مردم چقدر من نمیگم به خیر بود. آنه که یک دو مردم از خاطر ثواب که یک شاد مو دعا نمیکردی، شاد مثلا جوان بودی دعا نمیکردی، حتما مشکم مو دعا میکرد که مثلا مو گاو نداشتی، مال نداشتی. شاد خیلی کسا بگه خاله خود اطرافی چرا گاو نه. عزیزان خالقو، اگر شما مرا اطرافی فکر میکنید، من افتخار میکنم به خاطر ما کاش که مثل اطرافی های وطن زندگی آدم بدون استرس بشه. خب آش کردم عزیزان خالق از دوغاش. اگر خواستید که دوغاش مثلا کلگی یاد داره، اگر خواستید یک روز ما جور کنم، آیی که در لایف آیی که ما جور کنم یاد بگیرید، حتما در پایین ویدیو نشته کنید. عزیزان خالق عمر شما دراز. دمی اون مدتی که بسیار زیاد نبودم در لایف، واقعا فهمیدم که مرا دوست دارید، احترام. انشالله که خداوند احترام در پیش اولاد، سر رای اولاد شما قرار بده و سر رای خودون شما. خالت میاو شهرم مزه کنه که میخ نشه، من فکر کنم که سرخ بخوریم بهتره. خب عزیزان خالق این دوغاشه، اما ما یک ذره مرچ زیاد انداختیم به خاطر که خود ما دوست دارم مرچ، اما اصل دوغاش اینه قند خالقه. اگر خواستید عزیزان خالق حتما بگوید، من در شما جور کنم. امروز دانه دانه بگویم که شما هم جور کنید. زمستان است، چه گفته مادر خدا بیامرز، چه جین شما گرم میه. بسم الله. سرخ عزیزان خالی برگک نشون گم که وادی خوب.